ماده اولیه این داروی گیاهی در خراسان میروید. میتونه در بیماری‌های ویروسی سیستم ریوی موثر باشه، از جمله در کاهش التهاباتی که در اثر بیماری کرونا ایجاد بشه. گیاهی که اسمش را یا نشنیده اید یا کمتر شنیده اید. صمغ گیاه آنقوزه که سابقه مصرف شاید بیش از 1000 سال داشت. اما این تولید کننده دارو گیاهی میگوید آنقوزه خالص به صنعت داروسازی نمیرسد. قیمت جهانیش هم قیمتی هستش که معمولاً تجارت اون رو یه تجارت پرسود میکنه برای کسانی که صادر کننده آنقوزه هستند. آنقوزه‌ای که فقط در چند منطقه جهان میروید. به میان جلگه نیشابور رفتم، یکی از همان مناطقی که این گیاه خاص و کمیاب میروید. همان ابتدای کار معلوم بود مسیر سخت و دشواری در پیش داریم. پیاده روی خوبه. پس از 4 ساعت پیاده روی در کوههای صعب العبور بالاخره به محل برداشت این گیاه وحشی رسیدیم. هر 3 روزی 4 روزی یه بار تیغ میخوره. 16 تا 18 تا تیغ هم میخوره. از هر بوته تا 150 تا 200 گرم میتونی برداشت خوب بکنی. ساکنان محلی میگویند 4 ماه مشقت زندگی در کوه را تحمل میکنیم تا آنقوزه برداشت کنیم. 1500 نفر شاغل دارن الان اینجا کار میکنن. حدود 30 روستا بهره بردار آنقوزند. اهالی روستا میگن هر روستایی حدود 200 تا 300 هکتار میتونه برداشت آنقوزه داشته باشه. الان توی محدوده‌ای هم که من هستم قدم به قدم رو میبینم که اینجا آنقوزه ها رو اومدن تیغ زدن تا برداشت بشه. اهالی منطقه میگویند این محصول برداشت سختی دارد اما خامفروشیش راحت است. از خاک افغانستان اینا با مارک افغانستان، بسته‌بندی افغانستان صادر میشه به هندوستان و کشورهای اروپایی. این گیاه قبل از رسیدن به دست تاجران ابتدا در هر روستا جمع‌آوری میشود. تاجران آنقوزه رو منابع طبیعی به ما معرفی میکنه. این دبایی که میبینن همه پر میشه، هر کدوم 24 کیلو 25 کیلو که بعد میاد تاجر اینجا میبره. این سربرداریای اولشه. بوی گاز میده. بوی دقیقاً بوی گاز میده، بوی خیلی خاصی داره. 10 کیلومتر دورتر از نیشابور به محل کار یکی از تاجران رفتم. مشکل باز میخونم که شما ببینن این محصول خانم محصولی که از کوه جمع آوری میکنن که من تحویل ما بدن. حاج آقا اینجا الان چند تونه که آماده صادرات کردین شما؟ همین الان حدود 5 تن است. حدود 5 تن. همین الان بله اول کارمون است. بعد اینا به کدوم کشورها میره؟ مصرف کننده اصلی هندوستانه ولی تجار افغانستان با ما معامله میکنن. در اینجا سرمایه ارزشمندی که ریشه در خاک خراسان دارد بدون هیچ نام و نشان و نظارتی از کشور خارج می شود. ما بابت صادرات اینا سال 98 3 میلیارد تومان دادیم، سال 99 یک خورده کاهش داشتیم حدوداً 1 میلیارد تومان دادیم. احتمال داره سال 1400 تا 4 میلیارد تومان به دولت بدیم. هزینه صادراتش که به منابع طبیعی پول میدید جداست، هزینه‌ای هم که از کشاورز می‌خرید جداست. او جدایی دیگه بله. جالب است منابع طبیعی استان میگوید سالها تا بوده همین بوده. تمام آنقوزه‌ای که وسط عرصه‌ها برداشت میشه با نظارت منابع طبیعی و به صورت خام و محصول تقریباً خالص و ارگانیک به تجار داده میشه. تجار اینا رو صادر میکنن. میزان جمع‌آوری این محصول نادر چشمگیر است. ما در سال بالغ بر 60 تن میتونیم برداشت بکنیم در سطح عرصه ما. گیاهی که به جای فراوری در داخل صدای سکه هایش از جیب هندی ها شنیده می شود. فقط ما موجودی انبار اعلام کنیم ما الان 5 تن بار داریم. مثلا نیاز به 5-6 میلیارد پول داریم. بلافاصله برای ما مفرستن به حرفمون اعتماد بکنن. اینجا دهلی نو پایتخت هند است. یکی از مشتریان پراپا قرص آنقوزه ایران. هندی ها به آنقوزه هینگ میگویند. هینگ کا واید اسپرد. از هینگ به عنوان ادویه زیاد استفاده می شود. بیشتر از افغانستان و ایران می آید. هینگی که از ایران می آید بسیار عالی و متقاضیان آن زیاد است. تاجران هندی فقط آنقوزه را خشک و آسیاب می کنند و هم خودشان مصرف کنندند و هم با نام و نشان خودشان به جهان صادر می کنند. هینگ در هند تولید نمی شود، بیشتر از ایران می آید. در غذاها، در شیرینیجات و در برخی مخلفات شور استفاده می شود. حتی در داروسازی هم کاربرد دارد. آیا دست تولید کننده های داخلی هم به این گیاه می رسد؟ شرکت ها باید برن با تجار وارد مذاکره بشن و این محصول از اونا بخرن.
اینجا منابع طبیعی دیگه نقشی نداره. اما تولید کننده ها میگویند تاجران به دلارهای خارجی بیشتر دلخوشند. الان سم آنگوزه دارین ازشون بگیریم؟ نه اما در حد 2 کیلومتر میده. نه بابا 2 کیلو که به جای برای تولید داخل که 2 کیلو فایده نداره. تولید کننده ای هم نخواست تصویرش دیده شود. منابع طبیعی از صادرات خامفروشی حمایت میکنه چون از صادرات پول بیشتری به دست میاره. جواد کشاورزی هم میگوید نقشی در فراوری و صادرات آنقوزه ندارد. متولیش منابع طبیعی استان هست در کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان که محدود مونا میشه. در پیگیری هایم به این نتیجه رسیدم گیاهان دارویی ثروتی که حتی بعضی از آنها کمیابند و فقط در ایران میروید متولی ندارد و خامفروشی میشود. الان به شدت نیاز هستش که آنقوزه‌ای که تولید میشه در اختیار تولید کننده‌های داخل قرار بگیره و صادر نشه. تا زمانی که بر واقعیت‌های این گیاه ارزشمند چشم ببندیم، مسیر تولید همچنان سخت و پر از توقف است و طعم گیاهان دارویی برای تولید کننده‌های داخلی تلخ و برای عده‌ای شیرین است. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان رضوی.